أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب صرفی از 22 باب صرفی ما و شما 13 درس یا 13 باب را گرفتیم و درس امروزه ما و شما از صحیفه 11 شروع می شود، چطوره که صاحب کتاب در صحیفه 11 میگوید که الباب الرابع عشر، یعنی که باب 14 از 22 باب صرفی. پس اینجا بنده همچنین را نوشته کردم که الباب الرابع عشر، یعنی که باب 14 از 22 باب صرفی. لیکن ما شما گفتیم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود. 6 باب اول را بابهای ثلاثی مجرد میگویند، 12 تا بعدش را بابهای ثلاثی مزید میگویند، 1 باب رباعی مجرد و 3 باب رباعی مزید است و با همین 22 باب. اکنون این باب 14 از بابهای ثلاثی مزید است. باب چند می باشد؟ باب 8، یعنی که باب 8 از بابهای ثلاثی مزید، از 12 باب ثلاثی مزید. و همچنین ناگفته نماند که این باب 2 حرف زایده دارد، یعنی که ما شما گفتیم 12 باب صرفی، 12 باب ثلاثی مزید، 3 باب اولش 1 حرف زیادتی داشت گرفتیم ما و شما، و 5 باب بعدیش گفتیم 2 حرف زیادتی دارد که این آخرین بابهای هست که 2 حرف زیادتی دارد. بعد از این درس آینده بابهای 4 باب باقی ماندهش 3 حرف زایده دارد، 3 حرف زیادتی دارد. اون را درس آینده خواهیم گرفت. خب صاحب کتاب اکنون میگوید که الباب الرابع عشر، یعنی که باب 14 از 22 باب صرفی. وزنه، یعنی ترازوی که ما باب 14 را میکشیم، تفاعل یتفاعل تفاعلا می باشد. تفاعل یتفاعل تفاعلا. موزونه، اکنون هم وزن این باب، کلمه که موافق به باب 14 است، تباعد یتباعد تباعدا می باشد. چطوره که ما و شما گفتیم که در اینجا 2 حرف زیادتی است. ما از کتاب بیدان میدونیم دیگر، گفتیم در کتاب بیدان گفتیم که میزان کلام عرب فا و عین و لام است. پس فا عین لام اصلی کلمه است. اکنون اینجا در زایده چی بوده است؟ این حرف ت در اول کلمه و حرف الف بین فا و عین در حرف زایده بوده است. پس این 2 تا حرفای زایده هستند، حرفای زیادتی هستند. همچنین در موزون ما و شما کلمه هموزن ت حرف زایده است و دویم حرف زایده در اینجا حرف الف هست. چطوره که علامت گذاری کردیم اینها هر دوش حرفای زایده است و باقی مانده این ب و عین و دال این اصلی کلمه است. یعنی اصلی کلمه این بعوده بوده است. بعوده، ببینید ب عین دال بعوده. بعوده از باب چند است؟ ما و شما در باب‌های در درس‌های گذشته گرفتیم بعوده یبعدو، یعنی باب حسن یحسن. باب چند بوده است؟ باب 5. پس بعوده باب 5 است. باب 5 را ما باب 14 برای چی آوردیم؟ صاحب کتاب این را بیان خواهد کرد که به خاطر چی است. خب و علامته، یعنی نشانش. پیش از اونه که نشانش رو بگیم، تباعد یعنی دور شدن از یک چیز، دور شدن، یا 2 کس از یک دیگر دور شدن، این را میگن تباعد. بعوده باشد دور شد. این تباعد دور شدن، یعنی 2 کس از یک دیگر. حالا صاحب کتاب خودش بیان میکند. و علامته، اکنون نشانه باب 14 ما از کجا بدانیم که تباعد باب 14 است؟ نشانهش چی است؟
صاحب کتاب میگوید که ان یکون ماضیه علی 5 احرف، میگه ماضیش حساب که 5 تا حرف دارد. ببینید تا، فا، الف، عین و لام چند تا شد؟ 5 تا. تفاعل، تا و با و الف و عین و دال، تباعد. پس 5 تا حرف دارد فعل ماضیش. وقتی دیدیم 5 تا حرف دارد، اکنون 5 تا حرفای زیادی در کجاش هست؟ حالا با بیان میکنند، میگه به زیادت تاء فی اوله، میگه حرفای زایده. یعنی برای چی ما میگیم که باب هشتم از بابای ثلاثی مزید است، با 2 حرف میگیم زیادی است؟ به خاطر چی؟ میگه در اولش یک ت حرف زیادی است. ببینید ت حرف زایده است. یکم والالف بین الفاء والعین، دویم حرف زایده بین فا و عین ده است. فای کلمه و عین کلمه. ایرا ما در بدون گفته بودیم ایرا فای کلمه میگن، ایرا عین کلمه میگن، ایرا لام کلمه میگن. پس در بین فا و عین یا در بین فا و عین کلمه یک حرف دیگر الف رو زاید کردیم. پس 2 حرف زیادتی دارد. 2 حرف زیادتی دارد، در اولش ت و حرف سومش الف. پس این میشود از باب چند؟ باب 14. اکنون ما شما دیگر شناختیم که باب 14 از کجا شناخته میشد. از بعد از این بیان میکند، میگوید که و بناؤه. اکنون ساخت باب 14 برای چی است؟ عرب باب 14 را برای چی ساختن؟ ما باب 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 را بیان کردیم. اکنون 14 برای چی است؟ میگه که 14 و بناؤه للمشارکه بین اثنین فصاعدا. میگه که باب 14 برای مشارکت بین 2 کس و زیاده از 2 کس است. آیا یاد شما هست که ما یک باب را در درس‌های گذشته گفتیم که مشارکت بین 2 کس و گاه بین 1 کس می شود؟ باب چند بود؟ هر کسی که بداند اون باب را، ماشاءالله باب‌های صرفی در ذهنش هست. یعنی باب چند بود که گفتیم مشارکت بین اثنین، یعنی بین 2 کس است غالبا و گاه بین 1 کس است. اون باب چند بود؟ باب 9. باب قاتل یقاتل مقاتلة قتالا قتالا، باب 9. خب اون مشارکت بین 2 کس و گاه بین 1 کس بود. لیکن باب 14 مشارکت بین 2 کس و زیاده از 2 کس است. از 2 کس کم نمی شود. 2 کس زیاده از 2 کس. دیگه زیاده از 2 کس می شود 50 کس، 100 کس، 1000 کس، 20,000 دیگه فرق نداره. چند قدر زیاد باشد می شود. خب اکنون مثالش رو میارد صاحب کتاب، میگه که مثال المشارکت بین اثنین نحو تباعد. دقت بتید، میگه که تباعد زید و عمرو و عمرو. ببینید تباعد زید و عمرو یعنی چه؟ یعنی دور شد زید و عمر. زید و عمر دور شد. آیا زید عمر را دور کرد؟ عمر زید را دور کرد؟ نه. در دور شدن مشارکت است. یعنی که دقت بتید، یعنی که زید عمر همچنین دور شد و همچنین زید هم چیکار کرد؟ دور شد. پس مشارکت در دور شدن بین هر دینا شریک هستند، یعنی هر دوشون حق دارند. دور شدن، زید هم دور شد، عمر هم دور شد، لیکن زید عمر رو دور نکرد، عمر زید دور نکرده است. و مثل در باب 14 باشد ما میگیم، در باب 9 باشد میگیم که باعد. دقت بتید، باعد زیدون عمران. دقت بتید، عمران. اکنون که باعد، این تباعد، این باعد باب چنده؟ باب 9. ایجاد مشارکت بین اثنین، بین 2 کسای. باعد زیدون عمران یعنی چی؟ یعنی دور کرد زید عمر را. پس زید عمر را دور کرد و عمر زید را دور کرد. دقت دادید؟ یعنی دور کردن، زید عمر را دور کرد و عمر زید، یعنی هر دوشون شریک هستند، هر دوشون یکدیگر را دور کردن. لیکن در اینجا نه، در اینجا دور شد زید و دور شد عمر، یعنی که زید عمر بودن، زید خودش دور شد، عمر خودش دور شد. اما در باب 9 باشد اگر زید عمر را دور کرد، عمر زید را دور کرد، یعنی هر دوشون شریک هستند در دور کردن. پس دقت بتید معنا را.
تباعد زید و عمرو، یعنی دور شد زید و عمر. باعد زید عمرا، دور کرد زید عمر را. این ترجمهش است. خب این مشارکت بین دو کس و زیاده از دو کس است. معذرت میخوام، مشارکت بین دو کس است، بین زید و عمر، هر چون در دور شدن شریک هستند که هر دوشون چیکار کردن؟ دور شدن. خب بعد از این چی میگوید؟ میگوید که و مثال المشارکتی بین اثنین فصاعدا، مثالی که مشارکت بین دو کس و زیاده از دو کس است، مثالش تصالح القوم. تصالح القوم، تصالح القوم. دقت دید، تصالح القوم. تصالح از باب چنده؟ باب 14. تصالح یعنی صلح بستند قوم، در بینشون قوم صلح کردن. اکنون شما فکر کنید آیا قوم یک کس است؟ نه، قوم 10 20 100 هزار 10 20 هزار آدم بعد قوم میگن، یعنی یک طایفه یا گروه. پس انا همین قوم صلح کرد. پس اینش مشارکت بین دو کس، بین زید و عمر. این مشارکت بین زیاده از دو کس، یعنی قوم 50 کس 100 کس 1000 کس چند کسی که باشد، پس زیاده از دو کس. زیاده نه چند قدری که باشد او را فصاعدا میگن، یعنی پس زیاده از دو. پس این هست باب چند؟ باب 14. باب 14 که مشارکت بین دو کس و زیاده از دو کس. باب 9 مشارکت بین دو کس و گاه بین یک کس بود. این فرقیت این باب 9 را با باب 14 در ذهنتون داشته باشید. اکنون چرا اینجا را باقی گذاشتم؟ در این را در زیر ننوشتم به خاطر آنه که اینجا در یک فایده صاحب کتاب ذکر نکرده است، بنده میخواهم ذکر بکنم. خوب دقت بدید. باعد زید عمرا، یعنی دور کرد زید عمر را. پس این باب 14 یا معناش برای مشارکه است، با یک معنای دیگر. یادتون باشه گفتیم هر یک باب 10 20 15 مثلا 25 معنا دارد، معنای زیاد دارد. یا معناش مشارکه است، یا معنای دیگری باب 14 مطاوعه هست. مطاوعه را یادتون است نه؟ اکنون من می‌نویسم، شما فکر کنید که مطاوعه یعنی چی؟ فتبع، ببینید فتباعد زید و عمرو دقت دادید؟ برای مطاوعه بوده است. مطاوعه ما شما دو باب گرفتیم برای مطاوعه بود. کی به یادش میارد باب چند بود؟ دو بابی که ما شما گرفتیم برای مطاوعه است. اول معنای مطاوعه چی است؟ مطاوعه ما گفتیم قبول اثر شیء بود، قبول اثر یک چیز. مثالش باب چند بود؟ باب 10. مثلا گفتم که کسرت الزجاج فانکسر الزجاج. این کسر مطاوعه بود که شیشه شکست، این کسر الزجاج. پس کسرتو را من مطاوعه کردم، این کسره مطاوعه شد. و همچنین باب 11 را در یادتون بیارید، جمعت الابل، شترها را من جمع کردم. فاجتمعت الابل، پس شترها جمع شدن. اجتماعت همچنین برای مطاوعه بوده است. پس تباعد زید و عمرو همچنین برای مطاوعه بوده است. اکنون فهمیدید؟ ببینید تباعده فعل چی است؟ متعدی، این مفعول بهیش است، این مفعول بهی است، زیرا که متعدی است. اکنون تباعده بابی 14 که آوردم، همین باب رو، همین کلمه رو آوردم، اینجا دیگه مفعول بهی ندارد. هر دین چی است؟ این فاعل است، این عطف در جای فاعل، مفعول بهی ندارد. اینجا ببینید عمران، اینجا چی؟ عمرون و عمرون، عطف در جای زیدونه، مفعول بهی ندارد. پس این هم برای یک معناش برای چی بوده است؟ برای مطاوعه بوده است. مطاوعه همچنین یادتون باشه ما گفتیم که مطاوعه فعل متعدی را لازم میگردانه. فعلی که مفعول بهی دارد میگیره به مفعول بهیش میکنه، فعل لازمش میکنه. فعل متعدی را فعل لازم میگرداند. یک معنای، یک فایده، یا که اصل معنای مطاوعه فعل متعدی را چیکار میکرده است؟ لازم میگردانده است. این دویم معناش بوده است که برای مطاوعه بوده است. یک معنای دیگری باب 14 را همچنین در ذهنتون داشته باشید. این برای لازم گرداندن فعل متعدی است. یک فعل متعدی را ما شما باب 7 رو گفتیم برای فعل لازم متعدی میکنیم.
مثلا کرم زیدون حرمت کرد زید. اکرم زیدون مفعول بهی شد. اکرم زیدون عمرا، یعنی حرمت کرد زید عمر رو. حرمت کرد زید کی رو؟ عمر رو. پس مفعول بهی گرفت. کرم باب 5 رو اکرم باب 7 بردیم. فعل لازم رو متعدی کردیم. اکنون فعل متعدی رو وقتی باب 14 میاریم فعل لازم میشه. برعکسش فعل متعدی را باب 14 میاریم لازم میشود. یک تا و دویم اگر فعل های دو مفعوله باشد یا سه مفعوله باشد، اینو در علم نحو ان شاء الله میخونیم. فعل های دو مفعول دارن، سه مفعول دارن. وقتی باب 14 اش بیاریم دو مفعوله باشد اگر یک تگه میشود، یعنی دو مفعوله باشد اگر یک مفعوله میشود. اگر سه مفعوله باشد اگر دو مفعوله میشه، یعنی یک مفعول از بین میبرد. اگر یک مفعوله باشد اگر متعدی به یک مفعول باشد، مفعولش میبرد از بین، فعل لازم میشود. اگر دو مفعول داشته باشد دیمش از بین میبرد. اگر سه مفعول داشته باشد سهمش از بین میموند، دو مفعول باقی میماند. این فایده های معناهای باب 14 است که اینا در ذهنتون داشته باشید. خب اکنون بعد از این الاعراب. اعراب این کلمه چی است؟ تباعد زید و عمرو. تباعد فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. زید فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. و میگه واو عاطفه. عمرو معطوف علی مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. خب با همین اعرابش با آخر رسید. تصالح فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. القوم فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. با همین اعرابش تحلیل این کلمه به پایان رسید. خب اکنون درس 14 ما و شما و درس 8 باب‌های ثلاثی مزید به آخر رسید. بیاید اکنون ما و شما یک جا این باب‌ها را تصریفش را، یعنی که اشتقاق‌های 12 گانه را میگیریم که اینها چطور اشتقاق کرده میشه. خوب دقت بدید که این مسئله بسیار مهم است، یعنی که نازکیش است که اینها را باید شما 14 صیغه یا چند صیغه که اشتقاق کرده میشه شما باید اونها را بدانید. فعل ماضی باب 14 چه؟ تباعد. ببینید تباعد فعل ماضی است، یعنی دور شد. پس 14 صیغه اش رو بگوید. تباعد تباعدتا تباعدنا تباعدتم تباعدتن. این 14 صیغه که در بدون ترجمه شو گفتگی است، یعنی دور شد. پس دور شد یک مرد، دور شد دو مرد، دور شد سه مرد، دور شد یک زن، دور شد دو زن، دور شد سه زن، دور شد تو یک مرد، دور شد تو دو مرد، دور شد شما مردها، دور شد تو یک زن، دور شد تو دو زن، دور شد شما زنها، دور شدم من، دور شده ما. یعنی که این همون عربی که حالا گفتم ترجمه همون است. پس دیگه از بدون ما و شما میدونیم. خب تباعد معلوم است. اکنون ما میخوایم مجهولش کنیم. چیکارش میکنیم؟ مجهول کردن بسیار مسئله مهم است در علم صرف. مجهول کردنش بسیار مسئله مهم است. بیایید یک جا این را یک بار مجهول میکنیم. خب دقت بدید. در کتاب بدان ما و شما اولا کلمه را خچه بنویسیم. تباعد. در کتاب بدان ما گفتیم ما قبل و آخر رو کسر میکنن. ما قبل و آخر چیکار میکنن در فعل ماضی؟ ما قبل و آخر کسر به حرف سرخ حرکت گذاری میکنم تا اینکه بدانید که یعنی چیکار کردیم. ما قبل و آخر کسر میکنیم. پس حرکت خچه میگیریم، میشه تباعد. ولی یک کار کردیم. و کار دوم اولین حرف متحرک رو دم میکنیم. این را دم میکنیم. دقت بدید. ضمه تباعد. یک قاعده دیگر است که در بدون نخونده ایم. این قاعده نو است. فعل هایی که به ت سر می شوند، ثلاثی مزیدی که به ت سر می شود، پس به ت چند تا سر می شود؟ ما و شما یک تا درس گذشته گرفته بودیم. تکلم مجهولش رو گفته بودیم، قاعده را نگفتیم. تکلم گفتیم، اما قاعدهش نگفته بودیم. حالا قاعده نمو را در اینجا گوش کنید. وقتی که میگه حرفای ثلاثی فعل های ثلاثی مزید به ت سر شود، ت را خچ ضمه میکنیم. حرفی که بعد از ت است او را هم ضمه میکنیم. او را هم چیکار میکنیم؟ ضمه میکنیم. این قاعده را در یادتون بگیرید. فعل هایی که به ت سر شود، پس باب 13 به ت سر می شود، باب 14 به ت سر می شود. در ذهنتون بگیرید. تباعد شد.
اینجا تلفظ کردش نمی شود. پس ما چیکار میکنیم؟ انا همین الف را در باب نهم گفته بودیم که ما قبل آخرش یعنی که الفی ساکن ما قبل دم را قلب واو میکنند. چی بود؟ تو بو. دقت بتید. پس این طور می شود. تو بو عیده. این واو اصلش این همین الف است. رنگ قاتل را ما چیکار کردیم؟ قاتل ما گرفتیم قوتلش کردیم. یادتون باشد قو. این واو اصلش چی بود؟ الف بود. پس در اینجا این واو اصلش چیه؟ الف است. تبوعده. پس مجهول فعل ماضی باب 14 تبوعده می شده است. در ذهنتون بگیرید. پس تا آخر هم خیلی گفتم میروید. تبوعده تبوعدا تبوعدو تبوعدت تبوعدتا تبوعدنا تبوعدت تبوعدتما تبوعدتم تبوعدتی تبوعدتما تبوعدتن تبوعدتو تبوعدنا 14 صیغه‌اش را بگویید. پس این را در دفتراتون نوشته کنید. خب و همچنین قاعده را فراموش نکنید. زیرا که در بدون ما نخوانده بودیم. خب بعد از این فعل مضارع چی می شود؟ یتبع يتباعد يتباعدان يتباعدون تتباعد تتباعدان يتباعدن تتباعد تتباعدان تتباعدون تتباعدين تتباعدان تتباعدن اتباعدون تتباعد 14 صیغه‌اش. یتباعدن که دور میکند وی یتباعد دور میکند تا آخرش 14 صیغه ترجمه‌ش شما خودتون در دفتراتون نوشته کنید. خب این چی بود؟ این معلومش بود. یتباعد معلوم. اکنون مجهول را چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر رو کسر میکنیم، حرف مضارعات رو دم میکنیم، خلاص. یتبا ما قبل آخر معذرت میخوام. در فعل ماضی ما قبل آخر کسر. در فعل مضارع ما قبل آخر رو فتح میکنیم. اگر کسره باشه فتح میکنیم. اگر فتح باشه به حال خودش میایستد و حرف مضارعات رو دم میکنیم. پس چی میشه؟ یتباعد. یتباعد فعل معلومه، یتباعد فعل مجهوله. پس 14 صیغه‌اش رو شما خودتون بگویید که دیگر با مثل همون فعل معلوم است، فقط حرکتش تغییر می‌یابه خلاص. بعد از این اسم فاعل است که اسم فاعل چی میشود؟ متباعد. متباعد یک آدم دور کننده. پس چی شد؟ 6 صیغه داره. شما خودتون بگیرید. متباعد متباعدون متباعدون متباعدت متباعدتان متباعداتون. 6 صیغه. اسم مفعولش متباعدون. ما قبل آخر فتح میکنه. متباعدون متباعدون متباعدتون متباعدتان متباعداتون. این 6 صیغه همچنین اسم مفعولش است. بعد فعل جهت چی است؟ لم یتباعد لم یتباعد یعنی دور نشد. لم یتباعد معنیش چی است؟ دور نشد. پس 14 صیغه‌اش رو شما خودتون بگید. پس فعل نفی لا یتباعد لا یتباعد یعنی دور نمی شود. فعل امرش چیه؟ تباعد یعنی دور شو. تباعد معنیش چیه؟ دور شو. فعل امر را از فعل چی میگیریم؟ مضارع مخاطب میگیریم. از فعل مضارع مخاطب. قاعدهش مثلا تتبع. ببینید تتبعدو. همون قاعده‌ای که در بدون خوندگی است، همون از یاد که بدونه دیگه اینا میفهمید. آخرش هم میبینیم حرف صحیح است، ساکن میکنیم و حرف مضارعات رو میگیریم، میشود فعل امر. بعد حرف مضارعات حرف حرکت دار که است، الف در کار نیست مودا. پس میشود تباعد یعنی دور شو فعل امر. پس تباعد فعل چی بوده است؟ فعل امر. تباعد فعل امر. فعل نهی چی است؟ لا تتباعد یعنی دور نشو. تتباعد لا تتباعد یعنی دور نشو. اسم زمان و مکانش به مثل اسم چه؟ اسم مفعول است. متباعدون و اسم اولاد ندارد و اسم تفضیل همچنین ندارد. پس اسم مفعول در اینجا گفتیم اسم چیه؟ اسم مشترک. یعنی مشترک بین 4 چیز است. نه اسم مفعول 1، اسم زمان 2، اسم مکان 3، مصدر میمی 4. 4 چیز را به مثل اسم مفعول است. فقط از سیاق جمله ما میفهمیم که اسم مفعول است یا اسم زمان یا اسم مکان یا مصدر میمی. خب با همین
اشتقاق‌های 12 گونه به آخر رسید. انا اکنون شما میتونید که تصالح را بگیرید به مثل همین کار کنید. تصالح را به مثل همین کار کنید. یعنی تصالح 14 صیغه معلومش، بعد مجهولش میکنیم میشه تصولح. تصولح به مثل تبوعد. تصولح پس مجهولش است. و یتصالح یتصالح مجهولش، یتصالح معلومش، یتصالح مجهولش، اسم فاعلش متصالح، اسم مفعولش متصالح، اسم فعل نهش، فعل نفی، فعل جهدش لم يتصالح، فعل نفیش، فعل نفی لا يتصالح، فعل امرش تصالح و فعل نهیش لا تتصالح. و اسم زمان و مکانش به مثل اسمی چی است؟ اسم مفعول که اسم مشترک است که متصالح. پس این هست درس 14 ما و شما و باب 14 از 22 باب صرفی. با این درس امروزه را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این باب ها فایده به دست آورده باشید و الله سبحانه و تعالی زبان ها و ذهن های ما و شما را برا و خوب و کشاده بگرداند برای قبول و برای فهماندن و برای فهمیدن این وزن ها و این آلت هایی که برای فهمیدن قرآن و سنت است، برای فهمیدن حقیقت است، برای دانستن حقیقت این چیزها برای ما و شما کار میدهد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.